درود به شما کارآفرینای عزیز. اومدیم با معرفی دوربین ثبت وقایع سلنس که قابلیت لمسی هم داره. اگه خدای نکرده میافتن جلوی ماشینتون، تصادفات ساختگی درست میکنن، این دوربین ها بهترین گزینه هستش. بریم با هم توضیحاتش خدمتتون بدیم درباره دوربین ثبت وقایع سلنس لمسی. خب نمای دستگاه رو مشاهده میکنید، مانیتورشه که به شما تصاویر رو میتونید شما از طریق این مانیتور نگاه بکنید، هم تصاویر پشت رو یعنی دوربین دنده عقب رو، هم تصاویر جلو و هم تصاویر داخل کابین رو. قسمت زیری دستگاه محل قرارگیری رم هستش. شما یه رم میکرو داخل دستگاه قرار میدید، صدا و تصاویر رو برای شما ذخیره میکنه. مهمترین چیز این دوربین اینه که قابلیت این لنز متحرک هسته، یعنی شما اگه بخواید داخل کابین رو تصویر برداری بکنید میتونید هر طور که دوست داشتید این لنز رو بچرخونید و زاویه درست محیطتون رو داشته باشید و همچنین لنز بیرون که اون هم قابلیت چرخش داره، یعنی شما میتونید هر زاویه که دوست داشته باشین رو تصویر برداری بکنید براتون. قسمت پایه دستگاه هست. شما میتونید روی شیشه ماشین نصبش بکنید، زامنش رو بزنید و روی شیشه به صورت حبابی میچسبه و دیگه قابلیت افتادن نداره و دوباره زامن رو باز میکنید و راحت میتونید درش بیارید. لنز عقب هستش، 6 متر سیم داره که از جلو تا قسمت بالای پلاکو شما میتونید دوربینتون رو نصب بکنید. قابلیت لمسی بودنش رو دقت بکنید. وارد محیط نرم افزار میتونید بشید، محیط دموی نرم افزار هستش. من تصویراش هم بهتون نمایش بدم. قسمت کامرا برید. این لنزی که الان میبینید لنز فضای جلوی ماشینتون رو داره میگیره. تصویر بعدی لنز داخل کابین رو داره به شما نمایش میده. این لنز داخل کابین هستش. بریم سراغ لنز برای دنده عقبش. اینم لنز عقبه. اگه دقت بکنید اینم از تصویرشه که شما میتونید روی این مانیتور داشته باشید. یه دستگاه بسیار کاربردی هستش، باتری داخلی داره و از همه مهمتر قسمت به فندکی ماشینتون وصلش میکنید، دستگاه برق داخلش میاد و شما میتونید استفاده بکنید. به تمام تنظیمات میتونید دسترسی داشته باشید، ویدیوهای ذخیره شده رو میتونید داخلش ببینید و مودهای مختلفی هم که داره. یه دستگاه بسیار کاربردی هستش، بهترین گزینه است. با کمترین هزینه میتونید جلوگیری بکنید از تصادفات ساختگی تا دیگه هزینه اضافی پرداخت نکنید. لمسی هستش و تصاویر رو میتونید به صورت 3 لنز داشته باشید، لنز جلو، لنز داخل کابین و همچنین لنز دنده عقبش و پایه‌ای که بسیار محکم هستش و یه دستگاه واقعا کاربردی هستش. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. خدایا رو نگهدارتون.